روز یکشنبه 17 ایون بر اثر بمبگذاری مرگطلبانه در شهر جلال‌آباد افغانستان کمش 18 کس به هلاکت رسیده و 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. منصبداران امنیتی افغان با نشر این خبر علاوه کردند که یگان گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. من در منطقه منتظر طالبان بودم. مردم از آتش بس خوشحال بودند، می‌خواستند طالبان را پیشواز گیرند. همین لحظه ترکیش روی داد و من نمی‌دانم که بعد چی اتفاق افتاد. به قول مقامداران افغان، ترکیش در نزد اداره والی ولایت شرقی ننگرهار به وقوع پیوست. روز شنبه در نتیجه انفجار ماشین سرشار از مواد ترکنده در ولایت ننگرهار 36 کس کشته شدند. مسئولیت ترکیش روز شنبه را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر عهده گرفت. در روزهای تجلیل عید سر از 15 ایون طالبان آتش بس 3 روزه اعلان کرده ده ها طالب سلاح به دست به شهرهای افغانستان برای عیدگردک رفته بودند. خبرنگار رویترز پیشواز گرم طالبان در شهر غزنی را به نوار گرفته است. ما خیلی خوشحال هستیم که مسکرها یک جای شدیم. آرزو شما بعد از این چی میتونه باشه؟ ما همین میگم که صلح باید مسلمان یک جای شد. برادرای طالبان آمدن به خاطر صلح تا پروسه صلح میپیوندند دیگه. اسلامی یک امنیت یک آرامی رو بیاره دیگه تا بکای آدم کشی ریزی. طالبان افغان تاکید کردند که آتش بس عید فیتر شب یکشنبه به پایان میرسد و آنها باز سلاح به دست میگیرند. اما حکومت افغانستان تصمیم دارد که آتش بس را تا 20 ایون ادامه دهد.